یعنی دعوت انبیا برشان نمیرسید. الله هیچ قریه و شهر را بدون رسانیدن حق و پیام حق هلاک نکرده است و الله این کار نمیکنه. همین قسم در سورت بنی اسرائیل است که الله میفرماید و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما نیستیم عذاب دهنده قوم را تا اینکه روان بکنیم پیامبر را یا دعوتگر را. اینال رسانیدن دعوت پیامبر، رسیدن این مهم است. خب این که یک جای قرآن باشه و کتاب الله باشه، ولی به مردم چقدر که برسد اونم قدر باز اونا مکلف میشن. ولی تلاش هم ضرور است، اما اگر نرسه باز دیگه اونا مکلف نیست و جهل است و او جهلشان پذیرفته می شود پیش الله. در ظاهر قرآن امیت آیت های بسیار زیاد است که جهل کسی که تلاش میکنه، اما یک کسی از مثلا در منطقش 50 دانه ملاسش قرآن یاد ندارن، چیزی که شنیدن از دان از او اونم تو میگه که اینمی اسلام اینمی هست. اینالی میره و پیش مولوی صاحب چه قسم عقیده داشته باشم، 50 مولوی است، میگه اینید این دیگه پیسه و پول هم نداره که یک جای دیگه سفر کنه. باید یکم تا میگه عربی را یاد بگیره. عربی را پیش کی یاد بگیره؟ خود مولوی عربی را یاد نداره. اونم میگه چند کتابی که هست به نام دین میخوانن، این خلاصه و قدوری و کنز و مستخلص و این چیزا را. قرآن کسی یاد نداره. خب اگه مولوی گفتش که قبرا اولیاء الله و به نام از اینا نظر کردن و گاو کشتن جایز است و شب جمعگی و روز جمعگی و اینا اونم طور است. اینا تا وقتی که حق نرسید برشان اینا معذور هستن. حق که برشان صحیح رسید، آیات قرآن وحی رسید، بازیا ضد عناد کردن، گفتن نه علمای ما پدرای ما، بازیا مشابه مشرکین میشه، باز اینا را الله جزا میده و این عقیده از اینا باز خطرناک است که با حالت شرک باقی میمانه. اما اگر حق نرسیده باشد جهل است و او جاهلا را اگر که ما میگیم که اعمالشان کفری و شرکی است، این اعمال عقیده کفری است، این عمل شرکی است، اما ولی مشخص بگیم همیا کافر مشرکین هستند تا که اتمام حجت نشود نمیشه. بعضی جاهلای بدبختا ما داریم که از قرآن و اسلام بیخبر هستند، میگن همی خود قرآن نزولش اینمی حجت است. اینمی قرآن میگه وجود داره، کسی که میره صحیح یاد نگیره، چه قسم یاد بگیره پیش مولوی هم نره، میگه برا خودش عربی رو یاد بگیره باز بیا بخونه. این یک چند تا جاهلا هستن. باز میگه اینمی جهلش کسی عقیده صحیح نیست، مطابق قرآن نیست، مشرک کافره، واجب القتل است، خلاص کشته شد. چیزی که هست مشرکین. به این حساب که ما ببینیم خواه اکثریت هم طور است. همه که نماز هم میخوانن، دیندار هم هستن، لنگی هم دارن، بسیار اخلاص هم دارن، عقیده شان صحیح نیست، کل از یام مشرک کافر. باز یکم دلیل پیش میکنن که در حدیث است که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه القرآن حجت لک و علیک. یه حدیث صحیح است، قرآن حجت است با نفع تو یا به ضررت. این میگه خود قرآن حجت است، بیانش ضرور نیست، خود قرآن. همین قرآن که نازل شد همین حجت، پیامبر آمده، قرآن آمده، حالا عذر و جهل هیچ کسی قبول نیست. هر کسی عقیده قرآن نداره کافر مشرک. در حالی که حدیثی تو نیست، جاهل بدبخت خو حدیث از پیش خود تعویل میکنه و معنا میکنه. اونجا معنای حدیثی است که قرآن حجت لک و علیک. لک با این معنا که قرآن میخوانی یاد میگیری، معنا و مفهومشه. اگر عمل کردی لک با فایده و منفعت حجت است برات، در روز قیامت پیش میشه، حتی شفاعت میکنه، استدلال میکنه. علیک به ضررت است اگر عمل نکردی. قرآن امیال ما شما یاد گرفته، ولی اگر مطابق از این حرکت نکنیم، عقیده خدا اظهار نکنیم، اعمال خدا تلاش نکنیم، مطابق توان خود به اندازه توان تلاش نکنیم به عملی کردنش، بار قرآن علیک حجت علیک به ضرر ما میشه و این باز در روز قیامت شاهدی میده که اینا عمل نکردن و الله ما را جزا میده. این تو نیست که خودم قرآن آمد دیگه خلاص. اگه بگو اینی آدم جاهل است، یا قرآن هست در مخانه یا نیا، خلاص کلش کافر. قرآن چرا یاد نکردن؟ من قرآن خو زبانش خودش نیست، زبانش عربی است، بی سواد جاهل. چرا میگه بی سواد است؟ خب بی سوادی خود طلب العلم فریضتون، اگه ما قبول کنیم فرض، ترک فرض گناه، کفر خو نیست. این میگن این فرض که ترک کرده کافر شد. بعضی کسا داریم که این تو یک چیز میکنن، خب یکم علما هم یکم استدلالا کردن، اشتباه کرده گیستن.
ولی ما هر وقتی که حق به کسی رساندیم، خیلی از یکم تا جاهل از زیاد با همراهش بحث میکنیم، گپای یادشون یک ماه 15 روز چند روز میریم برش دلایل خوب نرم با لهجه ملایم بیان میکنیم دوستانه. باز اگه قبول نکرد باز میتونیم بگیم خیلی تو کافر مشرک بروی عقیده شرکی. با تکفیر کردنش خواستان از دیگه، ولی پیش از اینکه ما حق بیان نکنیم بگیم تو کافر هستی خلاص. حالا می تو میگن این مولوی ها و این مردم ها و اینا کلش کافر ها، پشت از یا نماز نمیشه، از یک سر کافر. یا ای تو میگن که اینا کلش مرتدین هستن، واجب القتل است. ذالک الله می فرماید اینمی ارسال انبیا و بیان یقصون علیکم، یقصون بیان کردن انبیا. علم یکن ربک، این که نبود ربت مهلک القرى، هلاک کننده مهلک القرى، هلاک کننده اهل شهرها به ظلم، به سبب ظلم شرکشان و اهل غافلین، در حالی که اهلش غافل باشد، یعنی دعوت حق برش نرسیده باشه. دعوت حق توسط هر چی که رسید تو نموسه میشه، پیامبر و دیگه داعیا. و یا این که بعضی تو ترجمه کردن که نبود ربت مهلک القرى به ظلم، هلاک کننده قریا به سبب ظلم. یعنی چی معنی؟ یا پیامبر روان نمیکرد هلاک میکرد، این ظلم بود. بعضی های تو ترجمه کرد و اهل غافلون، در حالی که اهلش غافل می بود الله هلاکش میکرد، این ظلم بود. ولی این معنا را بعضی ترجیح نداده، معنای اولی ترجیح داده به خاطر که ارسال رسول به بالای الله واجب نیست، یعنی هیچ چیز به بالای الله واجب نیست که واجب باشه که کار حد میکنه، ولی رحمت الله است، نعمت الله است که انبیا را روان میکنه. اگر نکنم ما را محاسبه بکند، نمو عقل که بر ما دادگیست، ما اونو میتونیم که خالق درک بکنیم وحدانیتش. مثل که بعضی همی تو گفتن، مثل امام ابو حنیفه رحمه الله، رسول عقل میگه کسی عقل سلیم داره در کوام است، پیامبر برش نرسیده باشه، امی عقلش که صحیح است، یه از این مخلوقات به وحدانیت خالق نرسه و عقیده شرکی داشته باشه، امی تو به عقیده شرکی دنیا برو میگه و جهنم میره. به خاطر که می عقل ازی چرا توسط عقل خود الله را وحدانیتش درک نکن. باید این را میفهمید که یک ذات است که نظام کائنات می چلانه. شرک باید میگه توسط عقلش رد شود، ولی ای که عقل ای تو کارا را کده بتانه، این کدام دلیل صریح نداریم، بلکه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، بعضی با رسول عقل گفته، ای تو یک تفسیر اصحابه وجود نداره که رسول عقل باشه. ولکل درجات مما عملوا وما ربک بغافل عما یعملون. ولکل، برای هر یک انسانای کافر مومن، درجات، درجه ها است، مرتبه است، مما ازو اعمال عملو که انجام میتن. و ما ربک بغافل نیست، رب و معبود تو بغافل بخبر، غافل عما یعملون، ازو اعمالی که انسان ها انجام میتن. یعنی هر انسان چی کافر است چی مومنه، هر قوم درجه داره در عمل خود. کافرم کفر درجه ها داره، بعضی کفرش بسیار شدیده، ایتو میده و شب و روز بسیار زدیست علیه حق، بسیار ظالمه، هم حقوق انسان ها رو ضایع میکنه هم حقوق الله رو. این درجه داره و اینا در جهنم در طبقات مختلف می باشه. مثل که ابو طالب ما شما صحیح حدیث خواندیم که هم کافر تیر شده، ولی کفرش چون که رسول الله هم کمک کرده بود، یک درجه داشت که یک نالین، یک جور چابلق یا بوت آتشی برش داده میشه که مغزش میجوشه. این آخرین درجهش هست. اگر نی رسول الله هم گفت که اگر من نمی بودم در قعر جهنم می بود، در آتش جهنم کل بدنش آتش یک درش میده، ولی اونم یک جوره نعل آتشی را برش داده میره که سرش میجوشه. این پایین ترین نوع آتش عذاب است. و کافرام هم تو درجه داره، این کلانایشان خوب. و همین قسم کسایی که اهل ایمان هست ما شما میبینیم بسیار درجه عقیدش محکم و اعمالش محکم هست، از جان خودم فدا میکنه و مال خودم نه، 24 ساعت زندگی خدا بر اسلام وقف کرده تا اینکه از دنیا میره. انبیاء علیه السلام هم تو بود، شهدا هم میتور است، کسایی که به خاطر تطبیق اسلام کار میکنن. و از این پایین داریم که دعوت میکنن، در کارهای نظامی دست نمیزنن. و از این پایین تر که صرف نماز خدا نمیخوانن، دعوت نمیکنن، همین یکم کارهای شخصی اسلامی را میکنن.
بعضی هم داریم که خب نماز میخوانند دیگه گناه بسیاری رو مرتکب میشن، حرام چیزا میکنن. بعضی نماز نمیخوانند، اونم بعضی باز که نماز نخوانند، بعضی علما میگه کافر شده و بعضی میگه نشده. یعنی نمی هر انسان این تو درجه است. یعنی چقدر که ما شما تلاش کنیم در این دنیا، همان قدر درجه اعمال ما بالا میره. یا الله به ما شما توفیق بده که کل اسلام به صورتی که الله